خب بچه‌ها امروز اومدیم راجع به سربازی صحبت کنیم و تجربیاتمون و یه سری از سوالایی که گفتیم یه سری از دوستان از همون بپرسن. یه سری سوال حالا کمن ولی آماده کردیم که بالاخره ویدیو مسیج زیاده، ولی خب کسی فکر نمی‌کنه اینقدر دیتیلا رو بگه توی سربازی که چه اتفاقایی افتاده. قبل از اینکه شروع کنیم من اومدم دوباره. خوش اومدی عزیز دلم. من که میدونم میخواید گیف به انم بزنی. نه بذار شروع کنم. این جدی قرار باشه. علی جدی بپرس سوال اول. من بگم خدمت چقدره؟ آقا اجازه. یعنی طول خدمت چقدره؟ یه سری ها میگن 24 ماه، یه سری ها میگن 21 ماه. ببینین اینو الان توی این تاریخی که هستیم الان 402 ایم دیگه. آره بله. الان 6402 و اینو دم عید بود که من یادم اعلام کرده بودن که قراره اعلام کنن که قراره بشه 21 ماه و از تاریخ 5401 به بعد قرار بود که 21 ماه بشن، ولی هنوز اعلام نکردن. حالا معلوم نیست که اعلام بشه یا نشه. و اینکه قبلا 50 کیلومتر اگه با پادگانت فاصله داشتی 3 ماه کسری میخوردی که کردنش 2 ماه و الان اون 2 ماه هم تبدیل شده به 100 کیلومتر فاصله. باید 100 کیلومتر فاصله داشته باشی از پادگانت تا کسری رو بخوابونم برات. خب نه برای من هنوز هم همون 50 کیلومتر. خب نه شما چون من ورودی 1401 قبلش فقط اینو بگم ما هر کدوممون یه جا خدمت کردیم، یعنی جاهای مختلف بودیم، نمیتونیم بگیم کجا. و اینکه ایشون تموم شده خدمتش، ایشون وسطشه، منم تقریبا تموم کردم دیگه الان آخرشم. و از لحاظ تایمی اینو بگم که بچه‌ها بسیار سخت میگذره، یعنی چه خوبش چه جای بدش هر جا باشه خیلی سخت میگذره. تیش که باشی مثلا تو اون 24 ماه که باشی به اندازه مثلا شاید 10 سال بگذره، ولی تموم که میشه یه ذره فکر میکنی یعنی کلا 2 روز گذشت. اینجوری نیست که تو تا آخر عمرت بگی که نه این بدبختیه فلان و اینا. برای من اینجوری بود. یادم رفته کامل. برای مهم نیست دیگه. این 2 سالی که هستی مثل یه کما دیگه، قشنگ مثلا میگن کما زدی، واقعا این کما. من صدا خدمت خیلی خوبه. به من که داره خیلی خوش میگذره. خوش که نمیگذره ولی میگذره، چون خیلی دارم کار انجام میدم و در نقاط مختلف کشور دارم سفر میکنم تو خدمتم و با آدمای زیادی روبرو شدم و کارهای زیادی کردم، جنگیدم. تا تهش بره. واقعا جنگیده. واقعا آره ایشون جنگیده دیگه. تو بدترین دوره میشه. برای من داره میگذره. خوشش اومده. برای همین اسمش شد دپ مرد توی خدمت. خب آقا سوال بعدی، رفتار کارمندا باهاتون چجوری بود؟ ببینین یه سریا پیش کارمندا خدمت میکنن، یه سریا پیش نظامیا و مثلا من خودم جزو کسایی بودم که پیش کارمندا بودم و توی یکی از ارگانم مثل ارتش نمیذارن که سرباز بیفته دست کارمند، چون میگن که کارمندا فاز کادری و نظامی برمیدارن، برای همین بیشتر سوء استفاده میکنن از سرباز و مثلا میبینی که تا آخر خدمت طرف یه جوری باهات برخورد میکنه که انگار همون روز اولته که اومدی و سخت میگیرن کلا بهت. به من که اینجوری گذشت، چون برای من اینجوری نبود. من اصلا با کارمندا هیچ ارتباطی نداشتم، فقط فرمانده ها بودن و حتی مثلا بالا سریامون هم سرباز بودن، یعنی از بین سربازای ارشد انتخاب میشد و مثلا اون کلا کارهای سربازا رو انجام میداد. حتی بیشتر با کارمندا هم زیاد کار نداشتیم، با فرمانده ها کار نداشتیم. کلا رابطه‌ای با کارمندا نداشتم که واسه این سوال جواب. خب نه ببین برای ما همشون نظامی هم و کادری هم. بعد رابطه‌ش هم اینجوریه که اولش چون غریبی به زور میگن و همش باید حمالیشون کنی، نمیدونم کاراشون رو انجام بدی. بعدش که آشنا میشن دوستانه بهت زور میگن، باید کارهای شخصیشون رو انجام بدی، رفاقتی میکنن تو پاچت. آره دیگه یه جوری باید بهشون باج بدی که مثلا باید مهربون باشن. اینم بهتون بگم
ببینید مثلا من توی آموزشی بودم، جانشین فرماندهمون اومد گفت آقا خدمت زوره. میگفت طرف فکر نکن مثلا غیر قانونی داره به چیزی میگه، قانونی میگه. طرف هر چی بگه تو باید انجام بدی. اگه بهت زور بگه راه شکایتی نداری، میتونی شکایت کنی، ولی اینو بهت بگم به هیچی نمیرسی، به جایی نمیرسی، فقط وقت خودتو تلف میکنی و آخرش میبینی که داره به تازه سخت‌ترم میگذره و هیچ وقت مثلا یه کارمند نمیاد پشت اون یکی کارمنده رو خالی کنه، چون همه اینا مثل یه زنجیر به هم وصلن و همشون به هم نیاز دارن و هیچ وقت به خاطر سرباز نمیاد مثلا یه کارمند رو به خاطر تو بکوبه، چون تو قراره بالاخره بری اونجا، چه 2 سال چه 4 سال بخوای خدمت کنی. خب میدونی چرا؟ چون که چیز دیگه اینو بالاخره هرچی نباشه 10 سال 20 سال با همن، آره دیگه. با آره هم دیگه. خدمت کردن و با هم دوستن. یه جوری قطعا نمیاد به خاطر من سربازی که 1 سال 2 سال اونجا پشت رفیقش رو خالی کنه که. آره دیگه، اون میمونه براش اونجا دیگه، اون هست اونجا. اون با اون بچه باید 10 سال مثلا بعد بگذره به طرف. سال بعد سوال بعدی، رفتار سربازا باهاتون چجوری؟ خیلی بد. شکست سربازا یه مش بچه که دهه 80 به بالا میان خدمت من ده 80 ولی زودتر از همه خدمتم تموم شده. و زیرا هم دیگه رو میزنن واسه یه روز مرخصی. میبینید دوستشو فروخت، هم خدمتیشو فروخت، همه چیشو. کلدم آدم های به درد نخورین. سربازو بعدم میاد ازش. خودتون هم سربازید. علی تو نظرتو بگو. من حرفی ندارم. نه همه جوره سرباز هست، هم زیرآبزن هست، هم رفیق هست که مثلا من خودم جزو اونایی بودم که اصلا تا حالا تو دفتر فرمانده نرفتم، مثلا کلا جایی خدمت کردم که به سختی میشد بری پیش فرمانده، اگه میرفتی قطعا واسه زیرآب زدن و اینا بوده. ولی بوده، همه جوره بوده، هم رفیق بوده که برام مونده هنوز، هم کسایی بودن که از خدمت اومدم بیرون دیگه اصلا ندیدم نشنیدم نه حرف زدم هیچ. من جایی خدمت میکردم که اصلا ارتباطی با سرباز نداشتم، کلا با یه نفر دیگه فقط بودم، یه کارمند بودم و ولی خب مثلا داشتیم سربازای، من از یه جایی باید میرفتم یه جای دیگه برای اینکه کارام پیش بره و سربازای اونجا رو میدیدم که همشون همدیگه رو تو جلو چش همدیگه میفروشن و اصلا هوای همو ندارن، در حالی اینکه اون اولش بهتون میگن آقا اگه میخواین راحت بگذره باید هوای همو داشته باشین، چون کارمندا هواتون رو ندارن و سربازا باید آره و فقط باید با سربازا هوای همو داشته باشن که ندارن، توی جای من نداشتن و مثلا دقیقا به خاطر مرخصیت و تنها نقطه ضعف هم اکثر سربازا مرخصیشونه. طرف مثلا میدی به خاطر مرخصی رفیقش مثلا میگه بابا من بابام مریضه بیا یه امشب مثلا جای من وایس، پسرم نه بابا اصلا ول میکنم میرفت، اصلا براش مهم نبود، میرفت از زیرا به اینم میزد که من وای نمیستم و اینا. میگم اصلا من خودم هیچ دوست هم خدمتی و اینا ندارم، کلا دوستم ندارم باشون باشم چون اختلاف سنی ها خیلی زیاده و میدونی مثلا الان فکر کنم الان 84 هم میتونم برن خدمت و مثلا منی که 77 ام مثلا طرف میادش واقعا برای من خیلی بچگان است، مثلا طرف اونجا رو تیم میگه ما اینجا زندگی میکنیم اینجا زندگی ما، ولی مثلا یکی دیگه است اصلا براش مهم نیست، فقط دنبال اینه که بره و بیاد تموم شه بره زودتر. یه سوال حالا از خودت بزرگترین سربازی که دیدید چند سالش بود؟ خودم. جدی؟ آره. من دیدم من سرباز 35 ساله داشتیم، نه 36 ساله داشتیم که پسره. اتفاقی خیلی جالبه که بگم، این فکر کنم توی سوالا نباشه علی. سربازا اینو از بهتون بگم یه ذره راهنمایی بشه براتون. خیلی خوب. اگه مثلا دکترا دارین، فوق لیسانس دارین، اصلا مثلا فکر نکنید که قراره مثلا من خب مثلا دندون پزشکی خوندم، خود میگی مثلا فکر نکنید که چون دندون پزشکی خوندین قراره برین مثلا کمک دندون پزشک وایسین و نه کاری کنین نه هیچی، اصلا این خبره نی. مثلا شما یه بیمارستان رو مثلا میگم یه مجموعه رو در نظر بگیرین که مثلا 10 تا دندون پزشک داره و مثلا 5 تا سرباز نیاز دارن،
5 تای دندون پزشک رو میگیرن و مثلا میبینی 100 تا سربازی هن که همشون مثلا دندون پزشکی خوندن و اون 95 تای دیگه پخش میشن. من دیدم که آقا ستوان 1 داشتیم، یعنی یه طرف دیگه مثلا بالا سریش باید سرگرد باشه، حالا نمیدونم درجه ها رو میدونین یا نه، ولی یعنی درجه طرف خیلی بالاست، با فوق لیسانس مثلا داشته در وامی کرده. یکی رو دیدم آقا مثلا داشته تی میزده، جارو میزده. یکی بوده که پسره رو من داشتیم ولی دکترا بود و متأهل بود، ولی میفرستادن شیفت میزد میرفت برجک وای میستاد. اصلا فکر نکنید از این خبرها نیست که من برم بیمارستان خدمت کنم و اینا. یا باید پارتی داشته باشی یا باید خیلی خوش شانس باشی، خیلی باید خوش شانس باشی. کمه. مثلا شاید 100% 1% بتونی خوش شانس باشی، جای خوب بیفته. چند روز پیش سرباز جدید اومد برامون، بعد 2-3 تاشون ستوان 3 بودن، سروان بودن دیگه. همین در اومدم تو چند تا تی داریم یه گوشه، تا من تو گفتم جام سروان، یه نگاه کرد گفت جانم، گفتم تی بردار برو تی بزن فعلا. نه یعنی اصلا از این خبرها خودم دیگه آخرای خدمتم بود جامو عوض کردم، از یه جا فرستادنم یه جای دیگه. رفتیم اونجا روز اول 4-5 نفر بودیم، گفتن کدومتون رانندگی بلده؟ با این نامه داره. آقا 2-3 تا من نگفتم بلد بودم ولی نگفتم. یه 2 تا بچه‌ها دستشون رو گرفتن بالا گفتن آقا ما بلدیم. 2 تا سطل آشغال بود اونجا، چرخ داشت. یکیش آبی بود یکیش قرمز. گفت تو برو اون نیسان آبیه رو رانندگی کن، تو برو 200 قرمز رو. همینجوری آشغال رو بردن انداختن. اینم بگم توی پرانتز ما 3 تامون با لیسانس رفتیم و آخر من خود من همه کار کردم. من هم شیفت زدم، هم تی زدم، هم دستشویی شستم. اصلا فکر نکنید که چیزی یاد میگیرید، هیچ چیزی یاد نمیگیرین. همون چیزی که بودین میرین تو، هیچ یاد نمیگیرین و در میارین. فقط تازه مثلا توی اون 2 سال من اینجوری بود که نمیتونستم کار کنم. همین این چنل یوتیوبم خودتون میدونید الان 2 سال آپلود نکردم و یه گپ خیلی بزرگی بین مثلا ویدیو آخر تا این ویدیو مثلا هستش که مثلا ویدیو گرفته بودیم ولی نمیتونستم بشینم ادیت کنم چون اصلا حوصله‌شو نداشتم، حسشو نداشتم، شدیداً عصبانی بودم. وقتش نیست، یعنی نه سر کار میتونی بری و مثلا میبینی شاید حتی یه روز در هفته بری خدمت ولی سر کار نمیتونی بری چون اعصابت اصلا به هم ریخته است، نمیشه. رو روانت خیلی تاثیر داره. برو سوال بعد خیلی طولش شده. رفتار فرمانده ها باهاتون چجوری بوده؟ تو نگو. تو میتونی نگی. میتونی رابطه صمیمی با صمیمیت رو رد کرد. حالا فکرهای مثبت 18 نکنید ولی واقعا رد کرده. میتونست مثبت 18 باشه. نه شوخی. ایشون خیلی کارهای غیر قانونی با فرماندهشون با هم یه باند خلافکاری داشت. باند خلافکار بودیم با هم دیگه 2 تایی. با ماشین شما استفاده شخصی از ماشین علی بگو. فرمانده من گفتم من جای خدمت کردم که اصلا فرمانده رو شاید کلا 2 بار دیده باشم. علی نمیدونه فرماندهش کی بوده. اونم چطوری بوده؟ مثلا من پشت در پست میدادم، در باز میکردم، مثلا پرسنل کادریا حالا هر چی بود می اومدن داخل میرفتن بیرون. 2 بار من جلو در فرماندهمون رو دیدم. تازه اون 2 بارم یه بار سوتی دادم. باید مثلا جلو در اگه کسی رو نمیشناختیم شب مثلا میومدن کارت یه چیزی نگاه میکردیم میومدن تو. کارت خیلی شبیه به کارت ملی بود. حالا دیگه خیلی اکسپلین نکن. خیلی توضیح نده. من فرماندم تنها من با همه به من اوکی بودن، یعنی کسی به من تو مخی نمیداد، ولی تنها کسی که به من تو مخی میداد فرماندم بود و یعنی عذاب الهی من فقط فرمانده من بود که خیلی منو اذیت میکرد و نمیدونم بی دلیلم بود رفتارش، ولی برای ما هم میگفت هیچکی اصلا هیچ کاری بهش نداره. آره منو کلا هیچ کسی کاریم نداشت. بوده کسی کادر چیزی پیشش بوده. آره کاری نداشتم باش، فقط فرماندهش تو موقع میداده بهش. فقط تنها کسی که منو اذیت میکرد فرمانده‌ام بود که مثلا وسط مسافرت زنگ میزد به زور منو میخواست بکشونه بیاره سر پست، در حالی که میدونستم اینم بگم خیلی نخود سیاهه و معمولا کاری انجام نمیدین،
همین کاری انجام نمیدیم ولی به زور میکشونتت میارتت اونجا، میگه بابا کار داریم. میری اونجا مثلا میبینی یه روز کامل وای میسی هیچ کاری نداری، هیچ کاری نمیکنی، ولی به زور مثلا میکشونتت میارتت. سر مرخصی منو خیلی اذیت کرد و الانم که آخرای خدمتمه من مثلا 20 روز دیگه خدمتم تموم میشه و 45 روز مرخصی طلب دارم و به من ندادن، هر کاری هم کردم خیلی راحت مثلا پایان دورهشو ندادن دیگه. آره طرز وایسا بذار بهشون بگم. پایان دوره چیزیه که مثلا شما یه سری مرخصی‌های استحقاقی دارین که میشه 58 روز تو کل خدمت، سالی 1 ماه هم استعلاجی دارین، یعنی اگه مریض بشین چیزی بشه میتونید مثلا سالی 1 ماه مرخصی هم بگیرین برای بیماریتون. 30 روز اضطراری دارین که خدایی نکرده اگر مثلا کسی فوت کنه از طرفتون مثلا مرخصی اضطراری براتون رد میشه. اگر رزمی باشین 30 روز هم تشویقی دارین و اگر پشت دفترچه‌ای داشته باشین و رزمی باشین میبخشن پشت دفترچه‌ایتون رو، ولی اگه محافظ رزم باشین نمیبخشن. اینم حالا گفتم که بدونین و استحقاقتون حقتونه، باید بگیرید و معمولا نمیذارن بمونه استحقاق، میزنن براتون، ولی خب برای من موند، به من ندادن. راجع به غذاهاش صحبت کنید. راجع به غذا امیر نمیتونستم جلوم بگیرم. خیلی غذامون بده. من به شخص غذامون واقعا بده. چرا؟ چون که 2 سربازن اون کسی که غذای ما رو درست میکنن تو آشپزخونه. آشپزاتون سربازن. آشپزامون 2 سربازن که آشپزی هم بلد نیستن و همینجوری اومدن چون آشپز نداشتیم اینا رو گفتن باید برید آشپزی کنید. آشپز نمیخوان، پول نمیدن بیام. نه کسی حاضر نیست بره پول. بعد داره دیگه اینا هم میرینن تو غذا و تحویل ما میدن. ما مجبوریم که بخوریم که گوشه. نه تو نمیخوری واقعا. تو که نمیخوری معمولا غذا رو. آره البته میخوره دیگه. مثلا خورشتی باشه خورشت خالی میخوره. تنها خوبی که داشت ایشون خیلی آدم بد غذاییه و الان خیلی خوش غذا شد. همه چی میخوره. غذاهای ما خوب بود و ما معمولا خوب که یعنی نسبت به بقیه پادگانایی که من مثلا میشنیدم غذای ما خوبه، یعنی غذای ما بد نبود، بستگی به جایی که خدمت میکنین داره. و مثلا میگم ما مثلا کباب و نمیدونم خورش رو همه چیز داشتیم ولی کیفیتش نسبت به بقیه پادگانا خوب بود. و این میونه که میگه نسبتا خوب بود کبابو میگه، ما سیب زمینی آبپز بهمون میدن با تخم که از صبح پختن شب بهمون میدن سرد. نه برای ما تازه. شما آشپز داشتیم. ما آشپزخونه داریم از اونجا. ما هم داریم. آره ولی آشپزخونه داشتیم، یعنی آشپزخونه مرکزی داشتیم، میفرستادن مثلا برامون. ولی واقعا غذاهای ما هم زیاد، خیلی زیاد به ما غذا میدادن، مثلا به هر نفر شاید 5 تا غذا میرسید. جوری بود که مثلا ما مثلا 24 بودم من پست میدادم، روز بعد مثلا غذا اضافه رو حالا یا میبردیم میدادیم به این بدبختای سر چهارراه و این گداها و اینا، بیاید بدید یا میآوردیم. اون موقعی که ما خدمت کردیم شما نمی‌دونستی سربازی چی. راستی الان برو هماهنگ کن بیام بده. رام نمیده. من نه، ولی برای ما به اندازه بوده ولی خوب بوده. بعد مثلا برای ما یه آشپزخونه است که 7-8 سربازن ولی خب مثلا یه سرآشپز دارن و یه بازرس دارن که بالا سر سربازا وای میسن. برای شکر. غذای ما عجیب فانتزی بود، مثلا رولت مرغ و گوشت و کوفته تبریزی و نمیدونم فسنجون میدادن تو خدمت. آخه فسنجون میدن تو خدمت نهایتا عدس پلو هم میتونن، ولی ما اصلا عدس پلو نداشتیم. غذاهاشون چیزه ها، یعنی خوب نی ولی خب خوبه، یعنی نه نسبت برای ما واقعا خوشمزه، اصلا عجیب بود. برای ما بد نی، یعنی برای ما ولی بماند ما از حقوقمون کم میکردن پول غذا. برای ما هم کم میکنن پول غذا رو. آره پول غذا رو از منم کم میکنن. مثلا من از ایشونی که غذاش داغونه 200 تومن کمتر مثلا میگرفتم. 200 تومن حالا هیچی نیست. برای ما چون غذا بلد نیستن درست کنن یه روزه میون مرغ میدن، چون غذای دیگه بلد نیستن اون 2 تا سرباز غذا گرونی بهتون میدن. ولی یه چیز بگم، پولایی که از من کم میکنن اما حالا کلا حقوقمون که چیزی نبودش، ولی
در از شما داری مجانی خدمت میکنی، انتظاری هم نمیتونی داشته باشی، ولی نهایت پولی که بهت میدن پول 5 کرایته. آره دقیقاً پول پول کرایت. کرایته. حتی تو تهران هم که باشی، خونت هم تهران باشه، بازم پول آره کرایت فقط پول نمیگیره. کرایت میشه دیگه. من مثلا جایی که میرفتم حتی پول پارکینگ هم از من میگرفتن. آره دیگه پول پارکینگ هم من دارم با رضایت خودم میام خدمت کنم که پول پارکینگ رو ازم میگیریم. حالا بعدی سوال طرز شیفتا. نه دیگه یه سوال دیگه بپرسم. طرز شیفتا رو بذار بگم که طرز شیفتا رو بگو. من ببینین یه سری جا هستن که قانونی میری پستتو میری 24 جاهای سخت دیگه، مثلا اگر سرباز زیاد باشه 24-48 که خیلی کمه جاهاش. و یه دونه دیگه هست که روزبرگه، اداری میری اداری میای. در غیر این صورت هر طوری که بود شیفتت غیر قانونیه اصلا. اصلش غیر قانونیه. خب مثل من تو 24 24 بودم، ولی مثلا قانون پست دادنم بگو 24. آره مثلا 2 ساعت پست میدی 4 ساعت 4 میخوابی. ساعت بعد استراحت خب دیگه 2-4 که پست میدی، من 2-4 پست نمیدادم. 2 ساعت بالا 2 ساعت مثلا نه، 2 اونو ساعت ول پست کن. نمیدادم. من 4 پست میدادم. من 4 ساعت پست میدادم، 4 ساعت میخوابیدم. چون مثلا سرباز شاید کم 3 باشه. تا 4 ساعت 12 ساعت پست میدادم، 12 ساعت خب استراحت. عوضش 24 از اون- ساعت بعدش میرفتی خونه دیگه. از اون 12 ساعت استراحت هم 4 ساعتش نظافت. خب ما سربازامون 2-4 دارن پست میدن هر روز، تعطیلی هم نداره، مرخصی هم به این نمیده. سرباز غیر ها قانونی میگن دیزل. احتمالاً هم برای اون شهر نیستن. هستن. خونش 2 تا کوچه بالاتره. برای ما داشتیم، ما دیزل داشتیم. از شهرستان ها میافتادن تهران دیزل میشدن، مثلا 30 روز پر میکردن، 15 روز میرفتن. حالا برای من من غیر قانونی اصیل بودم. من چرا من پست میدادم. من 3 روز کامل میرفتم داخل. بعد بگم ما ستامون هم تو تهران بودیم. من 3 روز کامل داخل بودم و یه تک بیدار بودیم دیگه. مثلا خوابمون 4 ساعت بود کلا، روزی 4 ساعت یعنی ما میخوابیدیم و 3 روزی که اونجا بودم میشد 12 ساعت. ولی در عوض مثلا من 4 روز میومدم خونه و من همه جوره پست دادم. 24 بودم، 3 روز 4 روز بودم و روز برگم بودم. آره اداری بودم. اداری هر جایی هم فرق میکنه معمولا، ولی تا 2 بعد از ظهر، ولی جایی که من بودم تا 4 بعد از ظهر بود. و من یه سری جاها رو دیده بودم که بدبختا رو تا 8 شب نگه می‌داشتن. هنوزم نگه می‌دارن. یه سوال دیگه خودم بپرسم. بپرس از بدترین خاطره از خدمت تو بگو. بدترین خاطره اینجوری همه چی داره میاد هر روز. بذار ببینم من خاطره بد خودم بگم. بگو. من از بدترین خاطرم تو آموزشیم بود. تو آموزشی اومدن از کل یگان 5 نفر رو کشیدن بیرون. 50 تن برنج اومده بود برای پادگان. آره اینم 5 نفر خالی کردیم. منم بودم جزوشون. همون جا بود من کمرم به مشکل خورد. حالا تو دوره خدمتم کلا کمرم داغون شد و معاف شد و کلا. من وسط خدمت معاف شدم. دیسک کمرم پاره شد، معاف شدم. بازم داشتم مثلا پست داشتم که تا اینجا تو برف بودم. تو آموزشیم شهرستان بود. تا اینجا تو برف پست میدادم. اسفند بود. من بدترین خاطرم جایی که ما پست میدادیم، مثلا امکانش بود جاهامون رو عوض کنم بفرستم یه جایی. ما رو یه بار فرستادم وسط یه بیابونی، بعد گفتن شما برین اینجا مراقبت کنین. یه بیابون بود و یه کارمندم با هم بود، یعنی فقط سرباز نبودم، یه کارمندم با هم فرستاده بودن. بعد من یه روز صبح رسیدم همینجوری گفتم بدوید نیرو نداریم، بعد برید بالا وایسین پست بدین. گفتم کجا؟ گفتم اونجا یه وسط یه بیابون. بعد فکر کنید که بارون شدید داره میباره، گل خالص بود اون بیابون و من همینجوری صبونه توی دستم و رفته بودم زیر بارون وایسادم تا وسط توی گل بودم. بعد گفتن این کانکسه برای شماه. بعد رفتیم، بعد خودشون ول کردن رفتن و من و این کارمنده رفتیم دیدیم کانکسه قفله. بعد زنگ زدیم اصلا فهمیدیم کانکسه برای مانی، برای پیمانکاره. یه دونه صندلی به ما گذاشتم وسط همون بیابونی، ما نشسته بودیم اونجا. یه دونه صندلی نوبتی عوض می‌کردیم میشستیم.
و کل روز ما اونجا بودیم. خیلی بد بودیم برای من. صبحونه خیس نشد. صبحونه همینجوری نشستم روی یه تیکه سنگ داشتم صبحونه‌مو می‌خوردم. بعد ولی ما هم بارکشی داشتیم. ما هم بردن اون جایی اساس کشی کردیم که یه مدت اینم خوب. بارکشی بود من گفتم زیاد داشتم. آره منم بارکشی این داشتم. بدترینش بود من گفتم. آره. تو چی؟ من هر روزم خاطره بد. خب ولش شما کن. جواب از همه این کارا روزی چند بار کردم. ولی گذشت. آره. آمپول زدی دیگه. ایشون پستش میگه چجوریه. ایشون همیشه توه. always in. آره الان قاچاقی بیرونه، مثلا یه سوراخ ایجاد کرده از یه گوشه الان لازم ممکنه بیان دستگیرم کنم و ببرم. سوال آخر فقط از شما میپرسم. چرا؟ رابطت با خانوادت و دوستات چی شد؟ یعنی شما هیچ دوست تأثیری دوست نداشته؟ نه برای من نداشته. برای منم نداشت. تو اصلا خانوادتو میبینی؟ من اصلا نمی‌کردم. چون براش بهترم بوده فکر من فرقی نداشت با من. برای من ولی چرا، من خیلی رو من تاثیر داشت. من اولای خدمت همه دوستامو کلا سر اینکه عصبی بودم و مثلا حالا نمیرسیدم ببینم و مثلا حوصله نداشتم و اینا، حالا تو طول خدمت من همه دوستامو تقریبا میشه گفت از دست دادم و من مثلا اینجوری بودم که تو خانواده مثلا گرم بودیم، همینجوری مثلا من راه میرفتم یا مثلا میام مامانمو بغل میکردم، بابام مثلا باش حرف میزدم، ولی الان مثلا هستش که کلا حرف نمیزنم، میام خونه با هیچکی صحبت نمیکنم، همش دوست دارم بیرون باشم، اصلا دوست ندارم تو خونه باشم و این تاثیرها رو هستش که مثلا واقعا آره بعد مثلا نمیتونی از چیزایی که قبلا لذت میبردی لذت ببری مثلا. آره دیگه اینا یه ذره سفتت میکنه، یه ذره یوبست میکنه. اتفاقا رو من تاثیر برعکس گذاشته، باعث شده از هر چیز کوچیکی که بیرون داشتم قبل از خدمت لذت ببرم. مثلا قبلا از این چای لذت نمیبردم ولی الان دارم لذت میبرم. انقدر که تو بیشتر بحث غذایی بوده برای من بدترین خاطرم غذاش. بچه‌ها مرسی که وایسا تو آموزشی هم بذارید بهتون یه چی بگم. زمانی که ما رفتیم آموزشی چون دوره کرونا بودش، مثلا من یه ماه توی آموزشی بودم و توی آموزشی بیشتر سعی دارم بترسوننتون و مسئولیت خاصی روتون نیست، هر حرفی هم که میزنن درست دارم یه میترسوننتون. توصیه من بکنم، تو آموزشی هیچی گردن نگیرید. فلان چیزو میخواین، فلان کار بلده کسی مثلا بلد کامپیوتر کار کنه فلان، هیچ بگید کار هیچی نکنید. بلد نیستید. هیچی آره. بلد نیستید. بعد مثلا میگن امتحانش رو، یه امتحان میگیرن توی آموزشی ازتون، میگن امتحانو بیفتی نمیدونم چیز میشه، دوباره باید بیای آموزش تو بدی. اصلا نترسید. امتحانشو بیفتی فرداش دوباره ازت با کلی کمک میگیرن، همه رو بهت میگن یعنی جواب. آره چون حوصله‌تون ندارم. اسلحه هست، اینا رو همه رو یادتون میدن، چیز خاصی نیست. از هیچ چیش نترسید، تو مخی به خودتون ندید. آها و یه چیز دیگه هم بگم، اینو تو پرانتز اضافه کنم، حالا فکر کنم زیادم شد ویدیو، ولی بچه‌ها وایسید یادم رفت. ببینین خدمت برای هر کسی نیست به نظر من. مثلا من خودم توی خدمت بودم، مثلا یه سری رو میدیدم دو دستن کلا، یا میان خدمت که برن از ایران، یا دارن میان خدمت که مثلا یه بچه 80 که مثلا دختر عموشو مثلا میخواد و مثلا یارو بابای گفته باید بری خدمت تا بیای زنو بدیم و یکی هم مثلا اینجوری میاد نمیخواد بره، نمیخواد دختر عموشو بگیره. ولی بگم مناسب تو ویدیو بعدیشون نباشه. ولی چیزه کلا میگم برای خیلیا ساخته نشده خدمت. ببینید چون شما اگه مثلا کار دولتی بخوای با پارتی داشته باشی، چیزی میخوای به نام بزنی که میتونی گواهینامه رو میتونی بگیری، این که میگم باید بری خدمت اینا الکیه. قدیم بودش. آره الان میتونی همه این کار رو بکنی، فقط خارج نمیتونی بشی از کشور. آره. یه سری از کارها هم هست که حالا خیلی محدودن، کارهای دولتی ان معمولا که اونا اگه پارتی داشته باشی اصلا اونم نمیخواد. نیاز نیست. همین دیگه. امیدوارم که اطلاعاتی که دادیم به دردتون بخوره. اگرم که نظری دارین، سوالی دارین بپرسین، تو کامنت ها جواب میدیم. تو کامنت همه رو جواب. لایک و سابسکرایب کنین، یادتون نره. مرسی. من رفتم. خداحافظ تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.